دوم در ولایت پروان، شهر چارکار. دوستان عزیز، ما فعلا در ولایت پروان، ولسوالی امام اعظم که نامشون به تازگی تغییر خورد یا همون چارکار، در حال هستن که دکانه فرنگی بسته کنن برن من نماز و باز دوباره بیان و کاربار خود ادامه بدن. ما هم بخیر می ویدیو خلاص شد، بریم به نماز و نماز جمعه را ادا کنیم. مسجد هم اینجاست که مسجد هنوز مکمل هم ساخته نشده. در نیمه سال بسیار جای کمش در منطقه‌های دورش، خصوصا ما هم در اینجا باز در مرکز شهر و در این طرفا در کل جای است رکشان ها و نسبت به اینکه کرایه کم است، سبک است، مصرفش کم است، کم عوارض است، مردم انتخابش میکنن. سلام دوستان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان عزیز، بعد از بسیار وقتهای دور دوباره برگشتیم با پلیلیست قریه و قریه خود. دوم در ولایت پروان، شهر چارکار. دوستان عزیز، ما فعلا در ولایت پروان، ولسوالی امام اعظم که نامشون به تازگی تغییر خورد یا همون چارکار سابقه هستم که چیزی با گفتن نداره. واقعا ما بخوایم معرفیش بکنم همگی جا را میشناسه. از چیزای مشهور از اینجا تا دیگه همه چیزایی. دوستان عزیز، ما از چارکار کابل یک پلیلیست بسیار کامل و مکمل داریم دیگه. اگر میخواین که ببینین از یک فروشی ها از خود شهر چارکار و از بقیه جایش، برین نمی پلیلیست شهر کابل، ببخشید شهر کابل میگیم، پلیلیست قریه و قریه. قدر پلیلیست کابل گفتیم بخیر زبان ما مونده، از سی طرفان آمدیم. در پلیلیست قریه و قریه برین و ویدیوهای بیرون کابل و قریه های افغانستان بیننده باشید. دوستان عزیز، بسیار وقت شد، بسیار زیاد که همین شهر چارکار، همین چوک بینش هیچ کارش خلاص نمیشه و ایمار نمیشه دیگه. هنوزم کارش در جریان است، خوازه بسته کردگی هست، نمیفهم که چی میندازن و چی نمیندازن دیگه. دیار دوستان عزیز عالم نمیمانن. کراچی به خاطر جمع داره که ریاست امر بالمعروف کارمنداش در شهر میگردن و مردم به نماز روان میکنن. برخلاف کابل، در کابل هم توست دوستان عزیز، البته در کابل هم توست، اما اینجا به صورت نسبتا جدی این مسائل کنترل میشه، خصوصا وقت نماز جمعه. هر دکان که باز باشه، هر رستوران که باز باشه، جریمه سنگین و مهرلاک در انتظارشان است. به این خاطر مردم میبینن که بسیار سراسیمه و همونطور در حال هستن که دکانه فرنگی بسته کنن برن من نماز و باز دوباره بیان و کاربار خود ادامه بدن. ما هم بخیر می ویدیو خلاص شد، بریم به نماز و نماز جمعه را ادا کنیم. مسجد هم اینجاست که مسجد هنوز مکمل هم ساخته نشده، در نیمه ساخته شده هست. دوستان عزیز، از زمین های که در این سرک ساخته شده دیگه خبر ندارم، اما سرک اینجا کارش نسبتا تکمیل هست از شهر چارکار. دوستان عزیز، اینی هم از چوک مرکز شهر چارکار یا امام اعظم که
دیگه در حال حاضر میبینیم که به این صورت است. دوستان عزیز بریم بازار پایینی را یک دیدن داشته باشیم. اصل بازار این پایین و این طرف از بازی طرف شه یک ویدیوی دیگه بخیر. این محترم کابل میرن دوستان عزیز. سرک بگذاریم چهارراهی هم هست. محترمان اون مقدر قدرش بیدر یا فکر کنم دوستان عزیز یک روز جور میتونه را به تاکاو داشته باشه، چون که گفتم زیر زمین ها جور شده. زیر زمین ها به خاطر رفت آمد مردم دیگه نمیفهمید کارش چقدر تمام شده و چقدرش مانده. دوستان عزیز نام از بازار پایین خوب یک نامک داره. خب متاسفانه من نامش یادم رفته. شما رو یک نام اگه میفهمین کسایی که از شهرکار هستن نام از این بازار پایین در کامنت ها بنویسین. دیگه دوستان عزیز بسیار رکشا است. در کابل هم هست اما بسیار جای کمش در منطقه دورش خصوصا. من هم دیگه باز در مرکز شهر و در این طرفا در کل جای است رکشا ها و نسبت به اینکه کرایه کم است، سبک است، مصرفش کم است، کم عوارض است، مردم انتخابش میکنن. اینجا از بازار پایین دوستان عزیز این دکان های دیده دیگه کم کم بسته کرده دوستان. این دکان ها رو ببینید کلش بسته کرده، رفتن به نماز شروع نشده. ما تو پایین داریم مسجد پایین، این بغل یک مسجد است. در بالاتر این چه قدر چهارکار بلد هستیم دوستان عزیز. این بار آمدیم میریم اونجا نماز ادا میکنیم بخیر. این بازار دوستان عزیز کلگی جمع کرده دیگه. ما هم بریم دور بخوریم به طرف مسجد. میوه بریم دوستان ترکاری ببینیم چقدر پاک و با صفا. خب دوستان عزیز امیدوارم ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال هم سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه ایتونه بالله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان. Só